از نظر مالی مدام احساس نگرانی میکنم و فکر میکنم همه درهای زندگی به روم بسته شده. این موضوع باعث شده که نتونم خوشحال بشم و تمرکز زیادی از من بگیره. دوستای عزیزم سلام، خوش اومدیم به یک اپیزود دیگه. امیدوارم که عالی باشیم، پر از حال خوب و در این لحظه. بچه‌ها من میخوام توی این اپیزود راجع به این صحبت کنم که چطور حس ثروتمندی داشته باشم قبل از اینکه ثروتمند بشم. شاید این موضوع براتون خیلی عجیب به نظر برسه و کاملا درک میکنم. چطور میشه آدم این همه مشکلات داشته باشه تو زندگیش، قرض داشته باشه، بدهی داشته باشه، توی این شرایط بخواد زندگی کنه با دلار خدا تومن و درآمدهای اندکی که هممون داریم و احساس ثروتمندی بکنه. اول این موضوع رو براتون باز کنم، اینکه احساس ثروتمندی کاملا با ثروتمندی فرق میکنه. یعنی وقتی که شما احساس فراوانی میکنی، احساس کمبود نمیکنی، کاملا متفاوته با میزان پولی که توی حساب بانکیت داری و میزان دارایی هایی که داری. خب اصلا چرا من باید احساس پولداری بکنم وقتی پولدار نیستم؟ اصلا این یه جورایی مثل حقه بازی میمونه. بچه‌ها من همیشه دعوتتون کردم که اول از همه روی خودتون کار بکنید و این رو خود کار کردن خیلی موضوع مهمیه. موضوعیه که اگه شما کلی پولم داشته باشی، کلی ثروت هم داشته باشی، ولی رو خودت کار نکرده باشی، نمیتونی اون احساس خوبو داشته باشی. الان برات توضیح میدم چجوری. مثلا تو میخوای خونه خوب داشته باشی، ماشین خوب داشته باشی، شغل خوب داشته باشی که چه اتفاقی بیفته؟ که احساس امنیت، آزادی و رفاه کنی. درسته؟ خب پس در نهایت به حس تو برمیگرده. حس تو در درون توه. خب یعنی تو اگه نتونی اون حسا رو درون خودت پیدا کنی، ممکنه 10 تا ماشین داشته باشی ولی ترس از دست دادنشون رو داشته باشی، ولی فکر کنی هنوز کافی نیست و بخوای بیشترش رو به دست بیاری. کلا اهداف بیرونی اینطورین که تمومی ندارن، ثبات ندارن. و توی اپیزودهای قبلی هم بهتون گفته بودم که اهداف بیرونی رو نمیتونین روشون خیلی حساب باز کنین که خوشحالتون کنن. خب یعنی من نمیگم که نه پولدار نشو، کم پول در بیار، نه اصلا این حرفو نمیزنم، ولی میگم تو قبل از این که اصلا بری سراغ این که بخوای یه هدف گنده رو تیک بزنی و مثلا یه ماشین خوب بخری، یه خونه خوب بخری، باید بیای و اون احساس امنیتی که دنبالش بودی رو درونت پیدا کنی و حالا حس امنیت پیدا میکنی، حالا حالت با خودت خوب میشه، حالا حس فراوانی پیدا میکنی و یهو میبینی که نه من دارم ارزش زیادی رو خلق میکنم و همین ارزش زیادی که خلق میکنی باعث میشه پول زیادی به دست بیاری. یهو میای و احساس نگرانیت کمتر میشه، میتونی راحت‌تر فکر کنی، راحت‌تر تصمیم بگیری، تصمیمات بهتر باعث میشن که پول بیشتری به دست بیاری. در نهایت به اون هدف بیرونیه ختم میشه. اما داستان اینجاست که من چه این هدف بیرونیه باشه چه نباشه وابستم به درونم و چرا من لقمه رو دور دهنم تاب بدم؟ چرا من بخوام کلی از زندگیم بگذره، جوونیمو بذارم تا در نهایت توی پیری به یه درآمد و به یه ثباتی برسم و بعدش احساس خوب پیدا کنم؟ چرا نتونم که از همین الان اون حسی که در به در دنبالش میگردم و همینجا در درون خودم و در این لحظه پیدا کنم؟ و ما قراره راجع به ریشه هاش صحبت کنیم که چرا ما همیشه دنبال دستاوردهای بیرونیم و چی بهمون کمک میکنه که بیشتر این حس خوب رو در درونمون پیدا کنیم. اول از همه رسانه باعث شده که ما فکر کنیم که اگه این محصول رو نداشته باشیم، اگه این خدمت رو نداشته باشیم، اگر مجموعه اینا رو نداشته باشیم پس آدم فقیری هستیم و به ما حس فقر رو القا کرده. مثلا تو اگر فلان لیپ گلس رو نداشته باشی، فلان ماشین رو نداشته باشی، فلان دوچرخه رو نداشته باشی، فلان مبلمان رو برای خونت نداشته باشی، پس نباید اصلا حس خوبی توی زندگی داشته باشی. اصلا میبینیم دیگه توی پیام‌های بازرگانی یا تبلیغاتی که توی سوشال مدیا میبینیم که طرف اصلا درمونده است، نمیدونه هیچ کاری بکنه. چرا؟ چون جارو برقی خوبی نداره. چرا؟ چون ماشین خوبی نداره. یعنی ما همه درا رو به روی خودمون بستیم و میگیم که نه من خوشحال نمیشم، من احساس امنیت نمیکنم تا زمانی که اونو به دست بیارم. من توی رابطه نمیرم، من فلان کارا رو نمیکنم تا زمانی که اون باشه. به این موضوع برسم، به این دستاورد برسم.
و خودتو محدود میکنی تا به یه سری آدمایی که دارن از این قضیه سود میبرن سود برسونی، تا بری ازشون خرید کنی، تا بری ازشون آیفون بخری، مکبوک بخری، 1000 تا وسیله مختلف بخری، تا در نهایت شاید حس کنی که آزادی، رهایی. کسی که مثلا سواد مالی داره یاد میده میگه برو فلان مقدار طلا رو بخر تا در نهایت احساس امنیت بهت دست بده. برو فلان ملکو بخر، اگه امروز ملکو نخری فردا فلان میشه. و تو اصلا گیج میشی که با این مقدار پولی که داری باید چیکار کنی. و وقتی که تو آپشنای خیلی زیادی داری و پولت محدوده، مسلمه که احساس فقر میکنی، مسلمه که این نیاز رو در خودت زیاد حس میکنی که بخوای چیزهای مختلف رو بخری. و چیزی که تو فرهنگ به ما یاد داده شده، فرهنگ به ما گفته وقتی به دست آوردی اون وقت حس میاد، وقتی به فلان جا رسیدی، وقتی فلان چیزو به دست آوردی اون وقت حس خوب پیدا میکنی. و ما کاملا وابسته این به چیزای بیرونی. اصلا شاید برای خیلی از ما قابل درک نباشه چطور من یه سری چیزا رو نداشته باشم ولی حس خوب داشته باشم. چون یه اتفاقی بیرون میفته من درونم حس خوب پیدا میکنم. نمیتونم که من میتونم بیام اول از همه برم سراغ اون حس خوبه، اون حس خوبه رو درونم بیدار کنم، حالا زندگی هر چی که شد، هر بالا و پایینی که اتفاق افتاد، من اون حس خوبه رو درونم دارم. همیشه منظورم از حس خوب این نیست که خیلی شاد باشی و اصلا غمو حس نکنی و اینا، ولی در نهایت اکثر وقتا آرامش داری، حست خوبه، احساس گرفتاری نمی کنی. دیگه کدوم شما هستیم که با سپاسگزاری آشنا نباشیم؟ اما چرا سپاسگزاری رو میخوایم انجام بدیم و چرا من انقدر روش تاکید دارم؟ توی اپیزودهای مختلف در مورد اینکه سپاسگزاری چقدر میتونه مشکلاتمون رو حل کنه صحبت کردم. اما چرا این قضیه هست؟ چرا من نیاز دارم مدام یه سری چیزای مثبت رو یاد خودم بیارم؟ چون توی اپیزود ذهن بهتون گفتم که ذهن چیزای منفی رو زیاد از حد بولد میکنه و من برای اینکه به یک ثباتی برسم، برای اینکه این اثر اون منفیه رو که هی داره بولد میکنه و تو سر من میکوبه رو کمتر کنم، باید یه سری چیزای خوبم ببینم تا بتونم لذت ببرم و حس خوب داشته باشم. پس باید حتما سپاسگزاری جزو یکی از کارهایی باشه که انجام میدین. من وقتی که مدام دارم به چیزایی که ندارم فکر میکنم، خب مسلما احساس فقر میکنم. اما همین که بدونم آقا این ابزار و امکانات و وسایلی که من دارم و ممکنه خیلی آرزوشو داشته باشم، اون وقت تو چه حسی به دست میده؟ اون وقت چقدر احساس خوبی نسبت به داشته‌هات داری؟ چقدر حس کافی بودن داری؟ پس حتما به یاد خودت بیار چیزایی که توی زندگیت داری و ممکنه هزاران هزار آدم حسرت اونا رو داشته باشن. اما چیز دیگه ای که فکر میکنم اکثر ما داریم اینه که وقتی پولی رو خرج میکنیم حس میکنیم که پول رو از دست دادیم. وقتی پول رو واسه قبض خرج میکنیم، وقتی پول برای مدرسه بچه‌مون میدیم، وقتی پول برای آرایشگاه میدیم، وقتی پول برای خوراکی میدیم یا غذایی بیرون میخوریم، حس میکنیم پولی از دست رفته، در حالی که پول از دست نرفته، شکلش تبدیل شده به یه شکل دیگه. از اسکناس تبدیل شده به یه لذت، به برآورده شدن یک نیاز، به یه سری غذایی که در واقع دارن تو رو سیر میکنن، به اینترنتی که داری و میتونی باهاش آموزش ببینی، به مهارت‌هایی که برات یه روزی پولساز میشن، بهت کمک میکنن، بهت اعتماد به نفس میدن، به خاطرات خوبی که میسازی، به تجربیات خوبی که میسازی. پس داستان از اینجا شروع میشه که من تومن در میارم و میرم خرج میکنم. حالا که دارم خرج میکنم میگم وای من دیگه این پولو از دست دادم، با چه بدبختی من این پولو به دست آوردم، حالا به چه راحتی از دستش دادم. واقعا تو یعنی رفتی انداختیش تو جو؟ نه عزیزم، تو تبدیلش کردی به یک لذت، تبدیلش کردی به یک شادی، تبدیلش کردی به یک در واقع چیزی که برای زندگی ضروری بود. و مثلا میگم اون مهارت دوباره مثلا برات یه شرایطی رو ایجاد میکنه که اون پوله به زندگی برگرده. اون کتابی که میخری، اون دوره‌ای که تهیه میکنی،
اون سرمایه گذاری که رو خودت میکنی، اون خاطراتی که با بچه‌هات ایجاد میکنی، اون خاطرات خوبی که با خانوادت ایجاد میکنی، اون تجربیات فوق‌العاده، اینا همه ارزشمندن و اصلا ما داریم زندگی میکنیم که چی بشه؟ که رشد کنیم، یه سری تجربیات خوب داشته باشیم، تاثیرگذار باشیم و خب این پوله داره به من این کمک رو میکنه و قراره توی زندگی من برگرد. پس اینو فراموش نکنم. موضوع بعدی اینه که تو خیلی وقتا فکر میکنی وقتی تو ثروتمند بشی دیگه نیازی نیست پولتو منیج کنی و الان که باید هی مواظب باشی و هی حساب کتاب کنی، در واقع به خاطر اینه که پول نداری، در حالی که اصلا اینطوری نیست بچه ها. ما باید مدیریت مالی رو یاد بگیریم. با پولای کم هم شروع میشه. شما نمیتونی یهو 1 میلیون دلار رو مدیریت کنی. شما در ماه 10 میلیون تومان رو مدیریت میکنی و در نهایت میتونی 1 میلیون دلار رو مدیریت کنی و به جهان این در واقع این پیامو میرسونی که من از پس این بر اومدم، پس آمادگی بیشترش هم دارم. و تو باید از اینجا شروع کنی و فکر نکن الان که میری فروشگاه هی باید 2 تا 4 تا کنی و حساب کتاب کنی، بعدن که پولدار بشی از این خبرا نیست. الان تو آدمای خیلی پولدار رو میبینی که هنوز نسبت به پولشون محتاطن، نمیگم خسیس، ولی مواظبن، آگاهانه خرجش میکنن. اینطوری نیست که همینجوری الا بختکی خرجش کنن. من انقدر پول دادم واسه مثلا آرایشگاهم، انقدر پول دادم واسه فلانم. اصلا اینجوری نیست. تو باید درصد بندی شده باشه، آگاهانه باشه و این مهارت هوش مالی رو یاد بگیری، بتونی از پولت بهترین استفاده رو بکنی. چون گفتم پول ما محدوده بچه ها، نه اینکه مثلا جهان محدوده و دیگه به ما پول بیشتری نمیده. منظورم اینه الان این پول کمی که داری و اگه بتونی مدیریت کنی هی بیشتر و بیشتر میشه، اما اگه این پول نتونی مدیریت کنی اصلا قرار نیست اون پول بیشتر بشه. پس من یاد میگیرم که پولمو چجوری مدیریت کنم و اینو از تو ذهنم خط میزنم که اگه پولدار بشم قرار نیست که پولمو مدیریت کنم. موضوع بعدی شکلیه که من با خودم گفتگو میکنم، چون کاملا روی احساساتم، تصمیماتم، همه اینا تاثیر داره. وقتی من نمیتونم الان چیزی رو که لازم دارم برای خودم بخرم، به جای اینکه بگم چقدر من بدبختم، چقدر بی پولم که نمیتونم اینو بگیرم، میگم فعلا اولویت‌های دیگه‌ای دارم. بعداً این کارو میکنم، بعداً توی برنامه‌ریزیم اینو قرار میدم. فعلا اولویت دیگه‌ای دارم. نمیگم من از پس این بر نمیام. میگم این ماه مثلا باید پولمو محتاطانه‌تر و آگاهانه‌تر خرج کنم. و شکل گفتن اینا باعث میشه که اصلا دنیای اطرافتون عوض شه. بیپولی براتون تبدیل به یک فرصتی بشه که بتونی مثلا هوش مالی رو یاد بگیری، منیج کردن پولت رو یاد بگیری، مسلط شدن روی اوضاع مالی رو یاد بگیری. نه چیزی که به تحمیل شده دیگه چیکار میتونی بکنی براش و هیچ چاره‌ای براش نداری. من بیچارم، من فقیرم، من بدبختم، هیچ راهکاری هم ندارم. نه، من دارم روی سواد مالیم کار میکنم، من دارم روی مهارت‌های پولسازیم کار میکنم، من دارم پول درآوردن رو یاد میگیرم، من دارم راجع به پولم برنامه ریزی میکنم و یک سری اولویت‌ها فعلا دارم. کار بعدی که میتونین انجام بدیم و بسیار بهتون توصیه میکنم بچه‌ها، اول از همه اینه که ما خب خیلی خودمون رو با دیگران خواسته یا ناخواسته مقایسه میکنیم تو سوشال مدیا، تو اطرافمون، و این چیزیه که خیلی خیلی مهمه که اگه تو بلد نباشی چی کار کنی در این مورد، میتونی خیلی ذهنیت فقر و درموندگی رو بگیری. چجوریه این داستان؟ مثلا از اطرافیان یکی ماشین جدید میخره که تو خیلی اون ماشین رو دوست داشتی، ولی الان شرایط خریدنش رو نداری. چرا احساس حسادت میکنی؟ چرا حست بد میشه؟ دلیلش اینه که فکر میکنی تو نمیتونی اون ماشین رو داشته باشی، تو نمیتونی اون موقعیت شغلی رو داشته باشی، تو نمیتونی اون پول رو به دست بیاری. و اگه تو اینجوری به داستان نگاه کنی که اگه اون تونسته منم میتونم، اگه خدا برای اون خواسته برای منم میخواد، پس یه نفر رسید، پس شد، پس میشه.
و خدا رو شکر کنم که یک نفری داره از ثروت، از فراوانی لذت میبره و فکر نکنم که مثلا اگه اون برد من میبازم. برای هممون هست، به مقدار کافی برای هممون هست، خدا کنار گذاشته برای هممون. و وقتی اون رسیده، این یه سمبل برای من که آقا منم میرسم، منم میتونم، خدا برای منم میخواد. پس کافیه که به جای این که این بیاد پس ذهنم که چرا اون داره من ندارم، اگه اون داره پس من نخواهم داشت، این بیاد پس ذهنم که اگه اون رسیده منم میتونم برسم. و حالا جدای از اون که خوشحال میشم برای آدمای دیگه و اون طرز فکر میاد توی ذهنم، اون جمله ها میاد توی ذهنم، این کارم بکنم که برای بقیه طلب خیر کنم. چرا؟ چون تو مثلا یهو بخوای از خدا که مثلا بهت بنز بده، BMW بده، کلی مانع میاد جلوی راهت. آخه من چجوری اینو به دست بیارم؟ آخه درآمد من که اینه، آخه فلان، آخه بهمان. چون تو میدونی تو زندگی چه خبره. اما وقتی برای بقیه دعای خیر میکنی، نمیدونی اونا چه مانعایی دارن و ذهنت درگیر موانعشون نمیشه. و این یعنی فراوانی. این یعنی اینکه من انقدری فکر میکنم توی جهان فراوانیه که میتونم برای بقیه، نه تنها برای خودم، برای بقیه هم طلب خیر کنم و چیزای خوب بخوام. و این باعث میشه که واقعا طرز فکرتون عوض بشه. من بخوام صادق باشم، من خیلی حسود بودم قبلا که عزت نفس پایینی داشتم. الان نمیگم که اصلا حسادت نمیکنم، ولی بسیار کمتر شده این قضیه در من. و واقعا میگم یه وقتایی مثلا دارم عبادت میکنم، واقعا بیشتر از اینکه برای خودم بخوام، دارم برای آدمای دیگه میخوام. انقدر بهم حس خوب میده، انقدر بهم حس فراوانی میده. حتما امتحانش کنید. موضوع بعدی که باید بهش توجه کنم بچه‌ها اینه که واقعا تو باید بیای سبک زندگی تو تغییر بدی، نه اینکه بخوای خونه و ماشین و وسایل تو تغییر بدی. یعنی اولین چیز و مهمترین نکته اینه که لایف استایل تو تغییر بدی. حالا این لایف استایل یعنی چی؟ یعنی ساعتی که من بیدار میشم، کارهایی که تایمی که بیدارم انجام میدم، میزان اهمیتی که به ورزشم میدم، میزان اهمیتی که به رشد و یادگیریم دارم میدم، میزان تمرکزی که برای خدمت به جهان دارم. تو وقتی تمرکزت رو میذاری روی این چیزا، ناخودآگاه خونه، ماشین، شرایط خوب زندگی هم برات پیش میاد. و باید اینو بدونی که واقعا اکثر لذتی که آدمای پولدار از زندگیشون میبرن به خاطر همیناست. به خاطر ورزشیه که میکنن، به خاطر کتابیه که میخونن. وگرنه شما خونه‌ای رو تصور کن که خیلی خفنه ولی کثیفه. آدمی رو تصور کن که خیلی پول داره ولی ورزش درستی نمیکنه، همه جای بدنش درد میکنه، کتاب نمیخونه، آگاه نیست، مثل احمقا رفتار میکنه. واقعا فکر میکنی این آدم خوشحاله؟ احساس امنیت میکنه؟ تو اگه این لایف استایل در واقع این موضوع درونیه رو درست نکنی، حتی پولدارم بشی، اونا به شکل بدتری خودشون نشون میده. اون آدم به دور و برش نگاه میکنه، میگه من که پول دارم، من که شرایطم اوکیه، چرا انقدر خشمگینم، چرا انقدر عصبی و ناراحتم، چرا انقدر احساس ناامنی میکنم توی زندگی، در حالی که موضوع یه جای دیگه است. پس من میام روی اون کتاب خوندنه، ورزش کردنه، اینا تمرکز میکنم. اینا قراره به من لذت بده. همونطور که گفتم یه خونه‌ای رو تصور کنین که کثیفه، آدمی که ورزش نمیکنه، ولی تو همون جای کوچیکی که داری، همون خونه کوچیکی که داری، اگه ازش راضی باشی، اگه تمیز نگهش داری، خوشگل نگهش داری، بهتون احساس فراوانی رو میده. یعنی تو یه خونه‌ای رو تصور کن که مثلا خیلی بزرگه، خیلی درندشته، ولی همه چیز به طور اشتباهی چیده شده، دیزاین شده، همه چی کثیفه، هیچی سر جای خودش نیست. و خونه رو تصور کن که اتفاقا کوچیکه اما به بهترین شکل دیزاین شده، خیلی تمیز و مرتبه. دوست داری تو کدوم باشی؟ پس باید تمرکزمون رو بذاریم روی چیزای دیگه و مطمئن باشی وقتی تمرکزتو میذاری روی این قضیه، اتفاقات خیلی خفنی پیش میاد برات.
که تصورش هم نمیتونی بکنی. موضوع بعدی اینه که به خدا توکل کنم و اینقدری بهش اطمینان داشته باشم که اون بهترین چیزها رو برای من مقدر کرده، نمیذاره من نیازمند کسی باشم، نمیذاره که من در واقع خیلی اذیت بشم از نظر مالی یا هر چیز دیگه توی زندگی. و این عبادت رو وقتی زیاد میکنی، وقتی که ارتباطت رو با خدا بهبود میدی، در واقع این ته ذهنت هست که یکی حواسش به من هست، یکی مراقب ریز و درشت زندگی من هست و در واقع من نیازی نیست انقدر نگران باشم، اینقدر خودم رو اذیت بکنم. من فقط کافیه کاری که از دستم برمیاد و انجام بدم و بدونم که روزی رسون اصلی اونه که حساب کم و زیاد و برکت زندگی منو داره. اما موضوع بعدی اینه که بچه‌ها، اون پولی که توی زندگی شما میاد، اون رقمی که توی زندگی شما میاد، فکرتون رو ازش خارج کنید. یعنی چی؟ یعنی ممکنه این ماه برای من 100 میلیون پول بیاد، ولی من اصلا نفهمم چطوری اون 100 میلیون رفت، برای من برکت نداشته باشه و سر چیزای مثلا الکی خرجش کنم. اما ممکنه 10 میلیون بیاد و من بتونم با اون 10 میلیون کار خوبی بکنم، کار بزرگی بکنم. پس انقدر به رقم حسابم کاری نداشته باشم. اون رقمه واقعا من نمیدونم پشتش چیه. ممکنه یه سرمایه گذاری 5 میلیونی بکنم، اون منو مثلا به جای خیلی خوبی برسونه. ممکنه مثلا الان 100 میلیون دارم، برم یه جایی از دستش بدم، یه جایی گمش کنم، یه جایی ازم کلاهبرداری بشه. پس خیلی به این رقم پول حساس نباشم. بدونم که مهم برکته، مهم اینه که با این پول چه اتفاقی توی زندگی من میفته. و همون که بهتون گفتم، خدا روزی رسون منه. انقدر قرار نیست من بترسم. اگه کم شد، زیاد شد، بالا شد، پایین شد، بدونم که یه نفر حواسش هست به من. و چیزی که ذهن من با اعداد و ارقام محاسبه میکنه خیلی ترسناکه. یعنی هر چقدر هم تو عدد بالایی از نظر درآمدی داشته باشی، میگی که اگه به جای این 100 میلیون من 150 میلیون داشتم چقدر خوب میشد. بعد همون موقعی که داری 150 میلیون رو محاسبه میکنی، میگی اگه 200 میلیون بود چی میشد دیگه. پس اصلا نمیتونه با رقم و عدد خوشحال باشه. آقا تو فقط واسه حالا اون منفیست کردن و تصویرسازی، اون حسی که میخوای با اون پول داشته باشی، اون کارهایی که میخوای با اون پول بکنی، فقط اونا رو در نظر بگیر. به بالا و پایین رقمش کاری نداشته باش. من میخوام این پول رو داشته باشم، باهاش احساس امنیت بکنم، فلان کارا رو باش انجام بدم، برم باش تنیس بازی کنم، یه ماشین خوب سوار بشم، کیفیت زندگی خوبی داشته باشم و بقیه‌اش رو رها کن. پس ذهنتو از عدد و رقم بیار بیرون. بچه‌ها، تک تک این قدمایی که بهتون گفتم بهتون حس ثروتمندی میده و بهتون کمک میکنه که واقعا کیفیت زندگیتون رو بالا ببرین، درای ثروت رو به روی خودتون باز کنین، درای فراوانی رو به روی خودتون باز کنین. و من تک تک اینا رو دارم انجام میدم و واقعا حس فوق‌العاده‌ای بهم میده. قرار نیست این در واقع نتیجهش یه رقم عجیب غریب توی حساب من باشه، ولی واقعا خیلی ترسایی که قبلا داشتم تجربه میکردم به خاطر پول الان تجربه نمیکنم، خیلی نگرانی ها رو تجربه نمیکنم و واقعا حسم خیلی روز به روز داره بهتر میشه با این نکات و تمرین ها. ممنونم که توی این اپیزودم همراه هم بودین. مراقب خودتون باشین، این نکات رو حتما رعایت کنید و اون وقتی که متوجه نتایج فوق‌العاده‌اش میشین، باور کنین که خوشحالی و سعادتمندی یک مسیره و نه یک مقصد. مرسی که کنارم بودین و خدا نگهدار.